این استراتژی دیگه حساب نمیخوره. این ویدیو رو دست بده. سلام و درود، حال دلتون چطوره؟ خیلی از ماها شده توی معامله یه پوزیشنی رو باز کردیم که یک گام سنگین سل یا بای رو داشتیم، مثل این کندل اینجا که بازار رسیده به کف. آقا من اینجا سل زدم با استاپ این منطقه، اومده رسیده به کف، با همچین کندلی صبر کردم، کندل بعدی گفتم آقا قدرتمند دیگه میشکنه، ولی یهو شده شده اومده بالا، کندل بعدی هم سعودی اومده استاپ من زده. به چه معنی؟ ببین دوست من، زمانی که ما یه کف مهمی اینجا داریم که بازار با یک گام سنگین وارد این کف میشه، قانون اول در تایم فریم 5 الی 15 دقیقه میایم بررسی میکنیم ببینیم جمع شدگی‌ها به چه شکله. برید ما اینجا یه ترنینگ پوینت داریم، یه مبدا بایرها داریم. زمانی که میبینم آقا بازار زیر این منطقه که دومین مبدا بایر من تثبیت نداده زیر تایم فریم ها، در تایم فریم 5 دقیقه الی 15 دقیقه، اینجا متوجه میشم که بایرهای سنگین اینجا هستن که احتمال شکست سقف وجود داره. بنابراین من صبر میکنم یا دو کف معامله بای بزنم یا خروج از اینو پوزیشن.